بالاخره بعد از مدت‌ها قراره یکی از محصولات جدید پژو رو داخل ایران داشته باشیم، پژو 408 ایکس. چرا بهش میگن 408 ایکس؟ چون این ماشین از چین داره وارد میشه و در چین هم نسخه سدانش هم هستش. برای اینکه حالا با اون متفاوت باشه بهش میگن توی چین 408 ایکس، ولی تو بازار اروپایی همون 408 صداش میکنن. این ماشین یه طراحی کاملا متفاوت با ماشین دیگه داره. یعنی نمیشه گفت بهش هاچبک، نمیشه گفت سدان و نمیشه گفت کراس اوور، هرچند که خود پژو اعتقاد داره این ماشین یه ماشین کراس اووره، ولی خب سبک طراحیش یه سبک طراحی فستبکه که یه طراحی ظاهری متفاوت و خیلی جذاب به ماشین داده. داخل پژو 408 هستیم و همونطور می‌بینیم یه طراحی متفاوتی داریم که پژو بهش میگه آی کاکپیت. این ماشین نسل جدید طراحی آی کاکپیت پژو رو داره و شاید این هستیم که یه فرمون کوچیک و اسپورت داریم که قسمت بالایش تخته، قسمت پایینش تخته و کلاستر ماشین از بالای فرمونه که یه حس کاملا متفاوت و اسپورت و جذابی بهتون میده. اگه دقت کنید می‌بینید که نیومده مثل خیلی از ماشینا کلاستر و مانیتور رو به هم دیگه بچسبونه و این طراحی به نظرم طراحی جذاب‌تر و متفاوتیه. اگر به این دکمه دقت کنید که حالا فلاشر رو یا شورتکات‌های مربوط به سیستم تهویه هستش، خیلی طراحی و کیفیت ساخت خوبی داره. اگه بخوام راجع به آپشن‌های ماشین باهاتون صحبت کنم، این ماشین کیلس استارتر رو داره، یه دسته‌بندی الکترونیکی با طراحی فوق جذاب داریم، درایو مود داریم، شارژر وایرلس رو تو این بخش قرار داده که جاش خیلی به نظرم جالبه. تهویه مطبوع اتوماتیک رو داریم، شیفت‌های پشت فرمون رو داریم و سیستم‌های راداری این ماشین تقریبا کامله. یعنی تشخیص خواب آلودگی رو داره، تابلوخوان رو داره، نورباله اتومات رو داره، سیستم نگهدارنده بین خطوط رو داره، ترمز خودکار رو داره، یا حتی کروز کنترل تدبیری هم داخل این ماشین هست و این ماشین از نظر آپشن کاملا یه ماشین فول هستش. در مورد کیفیت ساخته که بخوام صحبت بکنیم، می‌بینیم که روی رودریا توی بخش بالایی از متریال سافت تاچ استفاده شده، توی بخش میانی هم همینطور و توی آرمرست هم می‌بینیم که متریال سافت تاچ استفاده شده که حس خوبی بهتون میده. در کل به جز این قسمت که یه مقدار پلاستیک خشکه، سایر بخش سافت تاچه و کیفیت متریال در کل راضیتون میکنه و حس یه ماشین اروپایی رو کاملا بهتون میده. اگه دقت کنید صندلی‌های ماشین یه رنگ آبی خیلی جذابی داره که کیفیت متریال هم مناسبه و دربرگردگی صندلی و راحتیش هم مناسبه. توی بخش عقب به خاطر ویل بیس مناسبی که این ماشین داره، شما یک فضای عقب مناسب هم برای پا و هم برای سرتون هستش. یه نکته جالب بهتون بگم، دکمه‌ای که تو این بخش می‌بینید که به صورت تاچه رو میتونید شخصی سازیش کنید. این مثلا به جای ستین این دکمه رو نگه می‌دارین، مثلا نویگیشن رو می‌ذارین اینجا که یه نکته خیلی جالب و متفاوت با ماشین دیگه است. در حال تست درایو پژو 408 هستیم و این ماشین یه موتور 1600 سی سی توربو جی دی آی داره که حدوداً 175 هست بخواه و 250 نیوتن متر گشت آور تولید میکنه که از طریق یک گیربکس 8 سرعته ساخت آیسین ژاپن قدرت به چرخ جلو انتقال میده. حالا بریم ببینیم شتابش به چه صورتی میره. هماهنگی موتور و گیربکس ماشین واقعا خوبه و حس این فرو رفتن داخل صندلی رو بهتون میده و کاملا مشخصه که گیربکس با موتور ماشین مچه. شتاب 0 تا 100 هم حدوداً ما تقریبا 9.5 ثانیه تقریبا تونستیم بزنیم، ولی خب اینو در نظر بگیریم که این ماشین از صبح در حال تست شدنه و احتمال داغ کردن حالا سیستم توربوش اینا هست و قطعا یه افت شتابی داره و فکر کنم حدود 9 ثانیه تو حالت عادی بتونه شتاب 0 تا 100 بزنه. میخوایم ببینیم عملکرد ترمزهای ماشین به چه صورته. حالا با سرعت تقریبا 80 90 به نظر من عملکرد ترمزش خوب بود. فکر کنم حدوداً 40 تا 43 4 متر وای میشه. در انتها اینو بهتون بگم که پژو 408 با توجه به ظاهر فوق‌العاده‌اش، آپشن‌های مناسبی که بهتون میده و شتاب قابل قبولش، در صورتی که توی تعداد بالایی توی بازار عرضه بشه و قیمت مناسبی براش تعیین بشه، قطعاً فروش بالایی خواهد کرد. با توجه به اینکه ایران خورده داره ارزش میکنه و از نظر تامین قطعه و خدمات پس از فروش هم میتونه خیالتون راحت بشه.